سلام آقا، همزمان با روزه حقوق بشری عظما در جمع زنای بسیجی، شیخ فریم به سفارش کوسه رفت توی همایش نمایشی شرکت کرد و شروع کرد به فک زدن اندر باب حقوق زنان. نگو نپرس. مادر هم اگر به جامعه آمد، مسئولیت مادری، وظیفه مادری را فراموش نخواهد کرد. درست است که هیچ وظیفه و رسالتی را بالاتر از تربیت فرزندان و انسانها نمیتوانیم قرار دهیم، اما آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رئیس خانه بودن، سیدت بیتها، با حضور در جامعه و رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در تضاد است؟ عجب افکار مدرن امام پیچی داری تو شیخ فری. خیلی دست و پا زدی که حرفات با حرفای عظما فرق داشته باشه، ولی النهایه بوی ترشی امام پسندت از زیر امامه زد بیرون. همون سیدتون بیته ها که گفتی تا ته اعتدالتو لو دادی. کجا هست که امروز ما حضور زنان را احساس نمی کنیم؟ دیدی بالاخره مجبور شدی پرده رو کنار بزنی و جوابای احمدی نژادی بدی؟ کجا هست؟ واقعا سوالته؟ باشه میگم، یه جاش همون کرسیه که تو با اون تریپ زایت بهش تکیه زدی، جای دیگهش کرسیای وزارته، جای دیگهش قضاوته. بازم بشمرم یا دوریالی زنگ زدت افتاد، نکنه سکته مغزی بکنی با این حرفای من. و حالا بشنوید از فک جنبانی شیخ فری برای هاپوهای نیروی انتظامی. اینجا دیگه دوز اعتدال شیخ فری خیلی رفت بالا، یعنی یه جورایی اووردوز شد. اساساً ارتباط دو انسان به غیر از کلام، حالا فرض کنید حرفی هم نزنن، صحبتی هم نکنن، چهره است، نگاه، حالت قیافه و صورت هست، نحوه لبخند. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین هست. ما تا حالا فکر میکردیم ارتباط دو انسان با هم از طریق پشت گوششونه. حالا فهمیدیم چهره و قیافه است. خب حالا که چی؟ بنال بینی. خب دو جور میشه گفت آقا بزن بغل، خب مدارک ماشینتو بده، یه جور میشه حرف زد. یه جور هم میشه بهش گفت بزن بغل، بعد بره جلو، آقا سلام، خسته نباشید، حال شما خوبه، حالا لطفاً مدارکتون ارائه. یه کلمه لطفاً چیزی از ما کم نمیکنه. ببین شیخ فری، اینه که گفتی ها اصلا بند دل من پاره شد. اصلا یادم رفت که تو از وقتی پشت لبت سبز شد تا الان که یه تپه ریش داری تو دم و دستگاه امنیت و ممنیت و این حرفا بودی. هر 7 دقیقه یه اعدام رو هم یادم رفت. این لطفاً گفتنت خیلی بنفش بود فری. خب دیگه چی؟ حتی طرف اعدامیه، میخوام ببرنش پای چوبه دار، خب ببرن، اگه قانون است خب قانونه، باید اجرا بشه. ما حق نداریم در بردن چوبه دار بهش فحش بدیم، توهین بکنیم، بگیم فلان چرا. هیچ قانونی نه. قانون اینه که قاضی او رو محکوم کرده، حالا مجازات میشه، تمام، به ما ربطی نداره. قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده، مال مردم ما مجری هستیم. به این میگن تئوری اعدام اعتدالی. بدبخت بگو گیر کردی دیگه. هم میخوای واسه طرف حسابات پوز حقوق بشر و قانون مداری بیای، هم خوب میدونی که بدون اعدام و بگیر و ببند
کار تمومه. واسه همین هی تو بنبست ولایت واسه خودت یه قل دو قل بازی میکنی، ولی مشتت پیش موشکاف بازه. فری تموم شد، دوره این بازی ها فینیش، خلاص تمام. با آقای موشکار